من اصلا نقش حالا هیجانی شدن و بحث هیجان رو این کار نمی‌کنم. واقعا هیجان میتونه مثل یه حرفی که روی آتیش میریزن که یک دفعه شعله ور میشه با شعله ور نمیمونه ولی نمیمونه و سریع آتیش میخوابه. این میشه من با یک جمله، با یک کتاب، با یک سمینار باوری رو توی فرد شکل بدم که سالهای سال نه تنها اون وجود نداشته بلکه از طرف جامعه، از طرف خانواده اون سرکوبم شده. یه نسخه واحد پیچیدن برای این همه آدم با این همه تنوع شخصیتی، تاریخچه خانوادگی، اصلا بیس ژنتیکی و جسمی. مثلا شما راجع به نسلتون صحبت کردید و این نسل شما و نسل 70 و حتی 80 خیلی خانواده، یعنی اون نسلی که والدینش بودن ثابته، یعنی همون دهه 40-50 درسته؟ و به شما احساس کافی بودن هیچ وقت ندادن که خودت همینی که هستی کافی هستی هیچ وقت نبوده. و من میام یه دونه سمینار بذارم برو تو میتونی، آره تو اصلا دنیا رو برو بگیر، تو درونت اصلا میگه که تو نمیتونی، یه آدم شکست خورده هستی. ولی در کنارش اتفاقا آدمایی داریم که شاید شما از بیرون نگاش کنید بگید که عجب آدم مختلفی، چه رئیس خوبیه. و ما خیلی اینا رو واقعا میبینیم که اتفاقا از درون بسیار آدمای شکننده هستن، هیچ شناختی نسبت به خودشون ندارن و وقتی که یکم واکاوی میکنیم میبینیم که اون اقتداری که شما میبینید کاملا پوشالی یک پوسته است که از بیرون مشخص